توی ذهنت آیلتس رو چی تصور میکنی؟ یه آزمون سخت که میخواد زبانت رو بسنجه؟ باید بهت بگم آیلتس یه جور بازی 4 مرحله‌ایه و اگه قوانین آیلتس رو بلد نباشی خب میبازی، حتی اگه زبانت خوب باشه. یعنی مثل بازیای رومیزی میشه گفت. توی لیسنینگ برای مثال باید یاد بگیری تمرکز کنی و جواب رو شکار کنی، نه اینکه کل لیسنینگ رو گوش بدی. معمولا اطلاعات مهم آخر جمله میان. باید یاد بگیری کجا تمرکز کنی، کجا رد بشی. دقت کنی یه بازی ذهنیه، نه فقط درک مطلب. پس باید حدس بزنیم. خیلی جاها بله. اگر بخوای توی ریدینگ سطر به سطر بخونی، قافیه رو باختی. اینجا باید دنبال کلمات کلیدی بگردی، نه دنبال معنی دقیق کلمات. اسکنینگ، اسکیمینگ، اینا کلید اصلی موفقیت تو توی آیلتس هستن. یا مثلا توی رایتینگ خیلی‌ها میخوان خلاق باشن ولی ساختار لازم رو ندارن. توی آیلتس باید واضح حرفت رو بزنی و ساختار مخصوص به خودش رو استفاده بکنی. ساده، دقیق، منظم بنویس. اینجا خلاقیت باید هدایت شده باشه. پس نابغه بازی در نیاریم. دقیقاً. توی اسپیکینگ هم اگر بخوای پرفکت حرف بزنی خواه ناخواه مکس میکنی. یادت باشه توی اسپیکینگ هدف فلوئنسیه. سعی کن طبیعی صحبت بکنی، نه نمایشی. انگار داری با یه دوست خارجی به انگلیسی صحبت میکنی. آیلتس مثل یه بازیه. قانون بازی رو بلد باش، تمرین کن و با استراتژی برو سر جلسه امتحان. اون وقت که میبریش.